جانبداران این ترانه خیلی هم زیاد است. بله تا حتی خارجی ها نیز این سرود را زیاد زمزمه میکنن، در هندوستان زیاد این سرود را زمزمه میکنن، حتی به من ویدیوها میفرستند به همین سرود. زیاد چخل بگم جالب است، شوق آور است وقتی که یک خارجی میخونه سرود تاجیکی را بعضی کلمات را اشتباه کرده میخونه، زیاد خنده آور و جالب است. بله. و شما با یک آوازخوان هندوستانی این سرود را سرای دهید. روحان پریت سینگ هندوستان از پنجاب هست که این سرود را خیلی زیاد دوست می‌دارد و این سرود را خواند و بسیاری تاجیکان از این پسند کردند، به آنها پسند آمد. این آهنگ را راستیگه من ایجاد کرده بودم، آماده بود این سرود، بعداً منیژه به خانه ما آمده بود مهمانی، بعداً من به اون کس گفتم من یک ندید این سرود را گوش کنید چه خیلی است. با اون کس زیاد این سرود پسند آمد و در یک جایش ایده خود را نیز و من توصیه داد. بعدا این سرود را من راستی گپ میدونید یک 4 سال پیش آماده کرده بودم لیکن شعر نداشت. بعدا اخیر ما اگر با کلیپ های شما متوجه باشیم آنجا فکرهای نو دیده می شود، مهرنگار را ما با شکل و اسلوب به خود خاص میبینیم. این همه زیبایی طبیعت و مهرنگار در چیست؟ شهر ما روز تا روز زیبا شده ایستاده است و نیاز نیست که به خارج کشور سفر کنیم برای ثبت کلیپ، چون که من میبینم راستی گپ در حیرت افتادم که اینقدر شهر ما روز تا روز زیبا شده ایستاده است و به همگان توصیه میدیم که مثلا به هنرمندان که مثلا در کوچه و خیابان‌های شهر عزیزمون ثبت خود را کنند، چون که واقعا شهر ما زیبا شده ایستاده است. واقعا این افتخار تمام مردم تاجیک است.